هم چیزهایی که در کامنتاری می‌نویسند یا دشنام میکنند هر نفری که خواند آنها گناهگار میشوند. خاک بر سرم ای چیکار کردم؟ بخشش پرس دوزانشین نمیگوید ناموست نمیبردارد. گفت ها همون ناموس تو داری ما 10 برابر تو داریم. توجیک باید کاری توجیکی خچا بکنه. گفت که با این گپات مطرح زدگی نیستم. به خدا قسم ده. از همون دهه ما گفت کسی به خدمت حربی نمی رود و اقلا همون یراق تپیده تواند زن و فرزند خود را حفظ کرده تواند. ما هم خدمت کردیم، ما هم گرسنه ماندیم بیرون. به خدا قسم تا 8 ماه اول تو نمیخوردیش. لباسی نود میدادن، این تلپکی نود میدادن، قخشوی بود که تلپک هم میگرد، تلپک خونش رو میداد سرد میمود. لیکن یک کار بود در همون درم که همی باید به کسی گفته نشود.